بسیار ساده سوال است. گفته یک متحرک تانسته که در 5 ثانیه زمان 5 سکند به اندازه 40 متر تغییر مکان کنه. سرعت آن را پیدا بکنید. سرعت چقدر است؟ در حقیقت سرعت چی را میگه؟ سرعت عبارت از تغییر مکان تقسیم بر چی است؟ زمان است. 10 متر تغییر کردم در 2 ثانیه، در تقسیم بر 2 میکنم، سرعت ما شد 5 متر فی سکند. فهمیدین؟ خیلی نوشته میکنیم که سرعت عبارت از تغییر مکان نظر به چی است؟ زمان است. این فرمول شد. پس نظر به می تعریف ما سرعت عبارت است از x چقدر بوده؟ 40 متر بوده. زمان چقدر مصرف شده؟ 5 ثانیه است. و وی ما بالاخره اگر اختصار بکنم 155 85 40 جواب میشه 8. واحد سرعت چی شد؟ متر بر سکند. انشالله فهمیدین؟ فقط شما تغییر مکان تقسیم بر زمان بکنین سرعت پیدا میشه. این سوال ششم بود. سوال هفتم گفته که اگر یک متحرک فاصله 24 متر را در 5 ثانیه طی کند تیزی متحرک را دریافت بکنین. اگر سوال بعدی فرق بین سرعت و تیزی را خواسته، یعنی این موضوع رو براتون در این سوال تشریح میکردم، خود دیدم اونجا که یک سوال مشخص در مورد فرق میان سرعت و تیزی آمده، به اون خاطر این سوال حل میکنم، در اونجا مفصل سرش گپ میزنیم. گفته یک متحرک فاصله 24 متر را در 5 ثانیه طی کرده. تی مساوی میشه به 5 سکند. در اینجا شما میگه تیزیش پیدا بکنیم. تیزیش چقدر است؟ یکی ما سرعت داریم و یکی تیزی داریم. تعریفی که برای تیزی داریم، تیزی عبارت است فاصله طی شده تقسیم بر زمان است. فهمیدین؟ در سوال بعدی سر فرق از این گپ میزنیم. خیلی تیزی از این جسم مساوی میشه به 24 متر تقسیم بر 5 ثانیه. تیزی مساوی میشه به در اینی گوشگک میایم 24 تقسیم بر 5 میکنم. 4 ضرب 5 20. جواب چند باقی ماند؟ 4. اینجا که اشاریه منو مقدار میگه 0. 8 ضرب 5 40. چیزی باقی نماند. پس تیزی از این جسم چقدر است؟ 4.8 متر فی سکند. خب گفتیم زیاد سر فرقشان گپ نمیزنیم که سرعت چی فرق داره، چون سوال هشتم مشخص داره این مورد آمده که گفته فرق بین سرعت و تیزی چیست، با مثال ها واضح سازید. یک جسم شروع به حرکت میکنه یا یک متحرک در نظر میگیریم، به اینی شکل میایه، اینه به اینی شکل میایه، به این شکل از نقطه A تا به نقطه B. یکی تغییر مکان ازی شد و یکی فاصله طی شده ازی شد. اینمی جسم اینم تو آمد جی پی اس با دمی متحرک وصل شده بود. وقتی دید که چقدر فاصله را 300 متر فاصله را طی کرده. جی پی اس خواهی هر قدم و هر نقطه‌ای را که تو طی میکنی حساب کرده میره. ولی یکی ما به طور مستقیم که باز میبینیم، به طور مستقیم که متر میکنیم 200 متر. تغییرات ازی چقدر بوده؟ 200 متر بوده. درست است؟ تغییر مکان 200 متر است و فاصله طی شده چقدر است؟ 300 متر. ما فرض میکنیم که اینمی حرکت تی مساوی میشه به 20 ثانیه یا تی مساوی میشه به 10 سکند. اینمی حرکت در 10 ثانیه انجام داده. من در اینجا دو چیز تعریف میکنم. یکی چی را؟ تیزی شه. تیزی مساوی به چی بود؟ فاصله طی شده تقسیم بر چی؟ زمان. پس تیزی از این جسم مساوی به چقدر است؟ تیزیش مساوی میشه به 300 متر تقسیم بر 10 سکند. تیزی مساوی میشه به
300 اینی اختصار اگر کنیم 0/0 خلاص شد. پس در نتیجه تیزی مساوی میشد 30 تقسیم بر 1 30 واحد متر فی سکند. اینا رو میم در مورد چی گپ میزنم؟ در مورد سرعت گپ میزنم. سرعت چی را میگم؟ سرعت عبارت از چی است؟ تغییر مکان تقسیم بر چی؟ زمان. سرعت بازی را نمیبینه که تو از کدام راه رفتی. درست است؟ سرعت میگه از این شروع حرکتت تا به ختم حرکت 200 متر فاصله است. تو ممکن 500 متر رو برای خود دور بسازی. تو از راههای بسیار دور بری، او کار من نیست. فقط مهمی است که چقدر دور شدی از نقطه. به طور مستقیم 200 متر دور شدی. خیلی بسیار ساده. سرعت مساوی است به تغییر مکان چقدر آمده اوجا؟ 200 متر تقسیم بر همون 10 سکند است. سرعت مساوی است. یک اختصار میکنم. این 2 با 2 خلاص می 0 با 0 خلاص میشه. سرعت 20 متر بر سکند شد. کی فهمید فرق بین سرعت و تیزی را؟ خب سرعت چی بود؟ تغییر مکان تقسیم بر زمان. و تیزی چی بود؟ فاصله طی شده تقسیم بر زمان است. حتما در امتحانتون سوال شامل می باشه. سوال بعدی آمده گفتم مطابق شکل داده شده تغییر یک متحرک توانسته است که در 5 ثانیه این حرکت را اجرا کند. سرعت و تیزی آن را محاسبه کنید. سوال بسیار خوب است. برای ما شکل داده شده. میگه یک متحرک توانسته که از نقطه ای شروع به حرکت کنه به اندازه 24 متر به این طرف آمده. بعد از او باز یک حرکت دیگه انجام داده 6 متر و بعد از اون یک حرکت دیگه انجام داده به اندازه 16 متر 16 متر. سکن اینجا نقطه ایست و اینی نقطه چی است؟ بی است. اول این متحرک آمد 24 متر باز آمد پایین به اندازه 6 متر باز این طرف آمد به اندازه چقدر؟ 16 متر. چقدر فاصله را طی کرده؟ خب به خاطر دریافت فاصله طی شده 24 متر جمع 6 متر جمع 16 متر. پس فاصله طی شده از این میشه 24 و 6 30 46 متر. اول ما چی را پیدا کردیم؟ فاصله طی شده را پیدا کردیم. این آسان است. کل قطعات جمع کن فاصله طی شده شد. و اینان مهمی است که ما در اینجا ببینیم که تغییر مکان این قدر است. اندازه از این خط سبز چی رقم پیدا کنم؟ آسان پیدا میشه. یک دانه در اینجا که حرکت استاد شده یک دانه خط این تو مستقیم بالا ببر. صحیح؟ خب این حاله اگر اینی اندازه 6 متر باشه خویی هم 6 متر میشه دیگه. فهمیده شد؟ واضح معلوم میشه. چرا؟ اینی اندازه هم 6 متر است. این طرف هم 6 متر است. خویی هم 6 متر است. این را فهمیدیم. دیگه چی میشه؟ همین فاصله که بالایی در اینجا در مجموع بر ما چقدر گفتم؟ 24 متر. یعنی 24 متر اینه. همین فاصله را میگیم خب در پایین خب این قدر 16 متر است دیگه نه؟ همین 16 متر از اون جدا میکنم. 16 متر از این جدا میکنم. از 24 16 متر اگه این طرف جدا شوی اینجا چقدر میمانه؟ 8 متر میمانه. صحیح کنین. ما برای دریافت از این رنگ سبز چی باید بکنم؟ یک دونه فاصله افقی 8 متره دارم. یک دانه فاصله عمودی 6 متره دارم. اگر دو دانه فاصله افقی و عمودی معلوم باشه خب اینی فاصله که تغییر مکان است را ما پیدا کرده میتونم. چی رقم پیدا میکردم؟ اینا رو برای ما کی میتونه گفته که در این سوال ما دلتا اکس چند است؟ چقدر؟ 8. آفرین. دلتا اکس 8 متر است. دلتا وای چند است؟ 6. ما دلتا آر چی رقم پیدا بکنم؟ کس گفته میتونه؟ دلتا آر مساوی میشه به چی؟
جذر آفرین دلتا x مربع جمع دلتا وای مربع. دلتا آر مساوی میشه دلتا x ما چقدر شد؟ آفرین 6 مربع و دلتا آر مساوی است به 8 مربع 64 جمع 36. دلتا آر مساوی میشه به 100 و در نتیجه تغییر مکان ما چقدر است؟ 10 متر. 10 متر. شما در سوالات سرعت و تیزی فقط برای سرعت ها تغییر مکان پیدا کنین دیگه آسان است سوالتون و برای تیزی فاصله های طی شده رو پیدا بکنین. هر دوش پیدا شده این در این قسمت میم سوال ما حل میشه. برای ما گفته فاصله طی شده چقدر است؟ 46 متر. تیزی را چی رقم پیدا میکنم؟ خب فاصله طی شده را 46 متر گفتم این حرکت در 5 ثانیه انجام داده تقسیم بر 5 ثانیه میکنم. تیزی مساوی میشه در یک گوشه میرم 46 میگیرم تقسیم بر 5 میکنم 9 ضرب 5 میشه 45 یک باقی اشاریه 0.25 10. جواب ما چقدر شد؟ تیزی مساوی شد به 9.2 واحد متر فی سکند. و برای تغییر مکان برای سرعت چی میکنیم؟ این تغییر مکان دارم میگم سرعت عبارت از چی است؟ تغییر مکان تقسیم بر زمان است و سرعت از این جسم مساوی است به 10 تقسیم بر 5 2 متر بر سکند. موضوع رو گرفتین انشاءالله. اول مهمترین قسمتی که در اینجا بود دریافت تغییر مکان بوده. برای دریافت تغییر مکان باز یک کمی راهنمایی میکنم. جسم به این شکل آمد 24 متر پایین آمد 6 متر و پسی طرف آمد 16 متر. خب از این حرکت هایی که اجرا کرده از این حرکت ها ما اول آمدیم اینجا یک دانه یک خط دمی انجام حرکت یک خط عمودی رسم کردیم. این خط عمودی ما برای ما نشان داد که اگر اینی فاصله 6 متر است خب اینجا هم 6 متر است. این واضح شد. باز دیگه چی کرد برای ما؟ گفت که از اینجا تا به اینجا اگر 24 باشه خود اینجا 16 باشه در اینجا 16 شد جدا که دیگه اینجا معلوم شد که چند متر باقی ماند 8 متر باقی ماند. خیلی ما آمدیم یک شکل جور کردیم یک دانه 8 متره داریم یک تا 6 متره داریم. تغییر چقدر است؟ تغییر مساوی میشه به 8 مربع جمع 6 مربع زیر جذر میگیره میشه. خب یک بار ریکاردتان رو ببینیم که ویدیوها بسیار کلان نشه. 12 ثانیه 12 دقیقه است تا و 20 دقیقه ویدیو را ادامه میتیم بعد ویدیوی جدید میگیریم. در سوال دهم گفته شده یک متحرک در 8 ثانیه به اندازه 60 متر. این سوال پیشتر من فکر کردم یک سوال دیگه بود به می فکر رفته بودم باز پس اصلاحش کردم براتون. گفته که یک متحرک در 8 ثانیه به اندازه 60 متر سعی کنید T1 مساوی به 8 ثانیه به اندازه 60 متر تغییر مکان کرده و سپس بعد از او در 12 ثانیه سعی کنین اول که هر زمان اگه فور T1 بگوین باز پسانش چی بگوین؟ T2 بگوین و بعد باز در 12 ثانیه به اندازه 80 متر تغییر مکان کرده. زمان دومی را که گفت حتما براتون چی را میگه؟ x دومی را میگه. آفرین. این حال شما در اینجا چی را پیدا میکنین؟ گفته که سرعت متوسط متحرک را پیدا بکنین. سرعت متوسط به v average نشان میده. یعنی v به خاطر سرعت و av به خاطر average یعنی متوسط. یگان تا باز v نوشته میکنه بالایش یک خط میته میام سرعت متوسط ما نمیته. سرعت متوسط میشه. خب v average از چقدر است؟ سرعت متوسط از خود یک فرمول داره. v average مساوی میشه به دلتا وی بر دلتا اکس بر دلتا تی. دلتا اکس بر دلتا تی چی معنا؟ وی اوریج مساوی است به از اکس دومی اکس اولی را کم کو برو در مخرج از تی دومی تی اولی را کم کو سرعت متوسط برسونیم. خیلی نظر به گفته هایشان میگیم که وی اوریج مساوی میشه به اکس دومی ما چقدر است؟ 80 متر. از یک اکس اولی رقم که چقدر است؟ 60 متر. زمان دومی چقدر است؟ 12 سکند. از این زمان اولی رقم میکنم چقدر است؟ 8 سکند.
پس وی اوریج ما مساوی شد به 80 منفی 60 20 متر و 12 منفی 8 4 سکند. وی مساوی میشه 20 تقسیم بر 4 5 متر بر سکند واحد سرعت است. همیشه براتون در سرعت های متوسط اگر دو تا زمان و دو تا تغییر مکان گفتن باز از این فرمول حلش میکنن. درست است. سوال دیگه مغلق‌تر داره، در صنف 11 تشریح شده، معادلات حرکت داده میشه و به شما ارتباطی نداره فعلا، از اون مسائل شما دور هستین. مثلا اینا ما برای شما میگم یک سوال آسان. میگه در زمان 5 ثانیه یک متحرک تانسته به اندازه 100 متر تغییر مکان کنه و در 7 ثانیه توانسته به اندازه 150 متر تغییر مکان کنه. در اینجا شما سرعت متوسط از چی رقم پیدا میکنید؟ مستقیم عددهایش برای ما بگوین. 150 منفی 100. آفرین، 150 متر منفی 100 متر تقسیم بر آفرین اف سکند منفی 5 سکند. موضوع رو انشالله واضح گرفتین؟ بسیار خوب. خب میریم به ادامه سوالای خود. سوال بعدی آمده، سوال 11 که یک متحرک اول با سرعت 4 متر، بعد با سرعت 10 متر و بعد با سرعت 13 متر حرکت کرده. سرعت متوسط چه پیدا بکنیم؟ که این طرح سوال دیگه فرق میکنه با سوال قبلی ما. اول یک متحرک تانسته با سرعت سعی کنیم v1 ما مساوی است با سرعت 4 متر فی سکند حرکت کنه. مثلا نو شروع به حرکت کرده، آهسته حرکت میکرده. پس آنها سرعت از این چقدر شده؟ با سرعت 10 متر فی سکند هم حرکت کرده و پس آنها بیخی تیز شده. با سرعت چقدر حرکت کرده؟ 13 متر فی سکند. از ما سرعت متوسط خواسته. گفتم یا در پهلوی وی وی نوشته کنین که متوسط منابطه، یا بالای وی یک خط بتین متوسط منابطه. در اینجا من سرعت متوسط چی رقم نوشته میکنم؟ خوب متوجه باشین. اگر 10 دانه سرعت 20 دانه سرعت بده، سرعت های بالا و پایین بده. نوشته کنین v1 جمع v2 جمع v3، چون 3 سرعت است نه؟ تقسیم بر 3. اگر 4 دفعه سرعتش ذکر میکنم تقسیم بر 4 میکنم. پس اینا سرعت متوسط از این مساوی میشه v1 ما چقدر بود؟ 4 متر. نکنین تکرار، گوش بگیرین. 4 متر فی سکند جمع 10 متر فی سکند جمع 13 متر فی سکند تقسیم بر 3. وی اوریج مساوی میشه به 4 جمع 10 14 14 و 13 27 واحد متر فی سکند تقسیم بر 3. فقط هم 27 تا تقسیم بر 3 میکنم. 1 3 3 9 3 27. جواب ما میبره چند؟ 9. واحدش چی میشه؟ متر بر سکند. اگر چند دانه سرعت بالا و پایین بده براتان، کلش جمع کنین. تعدادش اگر 10 تا بود مخرجش 10 بگیرین، 5 تا بود مخرجشون 5 بگیرین. این بود سوال 11 تون. در سوال 12 گفته شتاب را تعریف نموده و انواع آن را نام ببرید. شتاب را تعریف نموده و انواع آن را نام ببرید. ما تو میگیم که شتاب یا تعجیل هر دویش یک گپ است. شتاب یا تعجیل عبارت از تغییرات سرعت، نظر و زمان است. اگر سرعت تغییر نکنه شتاب به وجود نمیاد. فهمیدین؟ اگر مثلا یک کس منظم هم قدم میزنه در پارک، نه تیز میشه نه آهسته میشه، اوجا سرعت ثابت است. سرعت بدون تغییر است. در اوجا حرکت شتابی نیست. حرکت شتابی چی رو میگه؟ مثل که موتور نو روشن میشه، شروع به حرکت میکنه و اکسلراتور داده میری، آهسته آهسته تیز شده میره، تیز شده میره، سرعت بالا رفته میره. اینجا میگیم چی شده؟ شتاب به وجود آمده. دمی عین تیزی میبینی که اگه اشاره ترافیکی در پیش رویت میرسه، باز در اون وقت چی میکنی؟ عاجل بریک میگیری، سرعت کم شده میره، کم شده میره. در اینجا باز شتاب به وجود آمد. شتاب خیلی چی است؟ شتاب عبارت از تغییرات سرعت، نظر و زمان است. تو تعریفش میکنیم که شتاب یا تعجیل عبارت از تغییرات سرعت، نظر و زمان است. به حساب ریاضیکی چی رقم تعریفش میکنیم؟ شتاب به این نشان داده میشه، از اکسلریشن گرفته شده، عبارت از تغییرات سرعت. یکی وی از سرعت است، یکی دلتا وی تغییرات سرعت، دلتا اکس تغییرات برای محور اکس، دلتا وای تغییرات برای محور وای.
تغییرات سرعت نظر به چی است؟ نظر به زمان است. باز سوال گفته که به چند نوع است. همیشه شما تعجیل که مطالعه میکنین، تعجیل به دو بخش تقسیم میشه. یکی تعجیل متوسط است و یکی هم چی است؟ تعجیل لحظوی است. تعجیل متوسط و تعجیل لحظوی چی را میگه؟ چی فرق با هم دارن؟ تعجیل متوسط برتان میگه که از این قدر ثانیه تا اون قدر ثانیه چقدر تغییرات در سرعت به وجود آمده. دو تا زمان ذکر میکنه برتان. فهمیدین؟ مثلا از 10 ثانیه تا به 25 ثانیه چقدر تغییرات آمده. تعجیل لحظوی چی میگه؟ میگه مستقیم در ثانیه پنجم حرکت. درست است؟ مستقیم در ثانیه دهم ببین سرعت چقدر بوده. یکی براتون دو بار زمان میگه که اون متوسط ما نمیده و یکی یک بار مستقیم میگه می ساعت 10 بجه و 8 دقیقه و 90 ثانیه میگه. 9 ثانیه سرعت جسم چقدر بوده؟ سیس چقدر تغییرات در اینجا وجود آمده. اگر یک بار زمان ذکر کرد او را میگیم لحظوی، اگر دو بار زمان ذکر شد متوسط میگیم. شما فقط هم نوشته میکنین و اگر باز خواستین که نمرتون بیخی خوب بالا بره، باز نوشته میکنین که A average تعجیل متوسط عبارت از دلتا وی بر دلتا تی و تعجیل لحظوی لیمیت از دلتا وی بر دلتا تی است اگر دلتا تی تقریب به صفر بکنه. این موضوع باز صنف 11 مطالعه میشه، زیاد پشتش نمیگرد. نگاهی مقدارم نوشته بکنین. ممکن در یک سوال دیگه که کمک جای خالی مانده باشه کمی کمبودی داشته باشین، یعنی تعریف های ریاضیکیش اگر نوشته کردین باز میشه که براتون نمره اضافی داده شود. دیگه همون تعریفش کفایت میکنه که تغییرات سرعت نظر به زمان به نام تعجیل یاد میشه. اگر جسم در حال تیز شدن باشه، سرعت بالا رفته بره، تعجیل مثبت است. مثلا نو موتور روشن میکنی، اکسلراتور داده میری، تعجیل مثبت است. و اگر بریک میگیری، موتور آهسته آهسته جای به جای موتور استارت نمیشه دیگه. یک زمان نیاز داره، کمی وقت ضرورت است که موتور استارت شه. در اینجا سرعت پایین آمده میره، سرعت پایین آمده میره چی میگه؟ تعجیل منفی. فهمیدین؟ تعجیل به دو نوع است، یک تعجیل مثبت است، یک تعجیل منفی است. تعجیل مثبت یعنی سرعت بالا میره، تعجیل منفی یعنی سرعت پایین میره. هر نوع تغییرات در سرعت به معنای تعجیل یاد میشه. چیز بالا بره سرعت بازم تعجیل به وجود اومد، چی سرعت پایین بره. چی وقت تعجیل به وجود نمیاد؟ وقتی که سرعت یکسان باشه، سرعت تغییر نکنه، سرعت چی باشه؟ ثابت باشه.